به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، موضوع امروزه ما ایمان. ابو هریره رضی الله تعالی میگوید روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم به میان مردم آمده، مرد به حضورش رسیده و پرسید که ایمان چیست؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ایمان آن است که به خداوند و فرشتگان رسیدن، به حضور خداوند یعنی در قیامت، رسالت پیغمبران و زنده شدن بعد از مرگ و باور و اعتقاد قطعی داشته باشه. آن مرد پرسید اسلام چیست؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اسلام آن است که خدا را پرستش کنی و هیچ شرک برای او قرار ندهی، نماز فرض را در بهترین صورت به جا آوری، زکات واجب را بپردازی و ماه رمضان را روزه بگیری. آن مرد پرسید بهترین و حاصلترین عبادت کدام است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند حاصلترین عبادت آن است که عبادت خدا را به حال انجام دهی که تصور کنی که در حضورش ایستاده ای، گویا که او را مشاهده می نمایی. اگر تو خدا را نمی بینی، حتما او تو را می بیند. آن مرد پرسید روز قیامت کی است؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند من در این مورد از تو داناتر نیستم، ولی علامت و نشانه های آن را برایت ذکر می کنم. وقتی که مادر به صورت کنیز فرزندش درآید، یعنی فرزند نسبت مادر به آداب شود و مانند کنیز به او رفتار نماید. نشانه دیگر آن است که شخصان جاهل و نادان تازه به دوران رسیده با پول و ثروتی که به دست می آورند برای دیگران فخر می فروشند و به حق آنها تجاوز می نمایند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند 5 چیز است که بغیر از خداوند کسی به آن علم و آگاهی ندارد. آنگاه آیت را تلاوت کرد. علم به آمدن روز قیامت تنها پیش خداست. خداست که باران را فرو می‌فرستد. آنچه را که در رحماست می‌داند. کسی نمی‌داند که فردا چی به دست می‌آورد و کسی نمی‌داند که در کدام سرزمین خواهد مرد. سوره لقمان آیت 34. پس از این سوال و جواب آن مرد از حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیرون شد و رفت. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند او را به نزد من بازگردانید. وقتی که خواستند او را برگردانند کسی را ندیدند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند این مرد جبرائیل بود که آمد تا دین را برای مردم یاد بدهد. شخصی که دعوای مسلمانی میکند او باید بداند که ایمان چیست، اسلام چیست و دین چیست. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میگوید که ایمان اقرار کردن با زبان و استوار داشتن از با دل که بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی نیست خدای بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده خداست. اسلام باشد خود را به شریعت سپاریدن و امرهای شریعت را به جا آوردن است. ایمان به اسلام و اسلام به ایمان درست نمی شود. چنانه که پشت به شکم نمی شود و شکم به پشت، یعنی انسانی که شکم داشته باشد و پشت نداشته باشد او زنده نمی ماند و این چنانه که انسانی که پشت داشته باشد و شکم نداشته باشد زنده نمی ماند. پس از این فهمیده می شود که کسی به خداوند باور داشته باشد و عملهای اسلام را به جا نآورد ایمان وی کامل نیست، یا عملهای اسلام را به جا آورد و به خداوند باور نداشته باشد و ایمان ندارد. دین نام است که در بر میگیرد ایمان و اسلام را و همه حکمهای شریعت را، یعنی ایمان جمع شود اسلام جمع شود و همه حکمهای شریعت جمع شوند و دین را تشکیل میکنند و انسان شخص دیندار می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان من، خدا حافظ.